مهمان خانه‌ای شدم که پر بود از حس خوب زندگی و امید. سید مرتضی و همسرش از اون آدمای اهل دل و خوش‌ذوقی ان که خونه‌شونو با استفاده از هر چیزی که فکر میکنن زیباتر کردن. ما چیزی دو ریخته‌ای نداریم، ما همه چی رو استفاده میکنیم، از همه چی میشه لذت برد. دوستدار محیط زیست هم هستن. لازم که دور میریزیم محیط رو خراب میکنیم، مجبوریم که برمی‌داریم استفاده میکنیم. اونها از وسایل و اشیایی که شاید به نظر خیلی ها دوریزه استفاده کاربردی کردن. به نظر من خلاقیت نوآوری چیزی هستش که تو ذات آدماست، چیزی نیست که بتونی اکتسابش بکنی. از بطری‌های ضایعاتی گرفته تا شیشه‌های اتکلو. آقا چه میزه کار ساده‌ای دارین ولی کارهای خیلی بزرگ دارین. شما برام دیگه هر چی ساده‌تر کار بهتر. من بیشتر با این شیشه‌ها لوستر درست میکنم. لوستری که اینجاست. بله همین لوستری که اینجاست، یه باشون دکور درست کنم. با پوست گردو اثری هنری خلق میکنه. یه ذره چسب پوستاش به هم میچسبونم، یه چراغ درست میکنم. من اینا رو ساختم باشون. 500 تا گردو داره. همسر سید مرتضی هم پا به پا پیش میره. هرچی از دستم اومده انجام دادم. من قالی بافتم، خیاطی کردم، بعد تیکه های پارچه که میمون همه رو کوچولو کوچولو میکردم. این الان شاید 1000 تا تیکه است که من اینا رو همه رو سر هم با دست میدوختم. هیچ چیزی از این خونه دور ریخته نمیشه. کتریایی که دور میریزن خراب میشه، سوراخ میشه، من گلدون درست میکنم، دور نمیریزم اینا رو. این فلاکس خراب شده بود، من دور ننداختمش، باشه گلدون درست کردم. این کوزه بوده که دکوری بود، شکسته بود، انداختن دور آوردم، من گلدونش کردم. ماشاءالله به سلیقه و ذوق شما. مال قدیمی که میذاشتن گردن گاوا و شخم میزدن، میسوزوندم، من آوردم گوشمش اینجا. کسی که این کار انجام میده خودش در وهله اول خودش لذت میبره، بعد وقتی که لذت اطرافیانم میبینه یه شوق درش ایجاد میشه که بیشتر این کار انجام بده. نگاه به زندگی دوست داشتنی باشه، عاشقانه باشه که آدم بتونه لذت ببره، گذشتم داشته باشه، بتونه زندگی خوب کنه. این زوج خوش‌ذوق نشون دادن با کمی خلاقیت و نوآوری و البته تغییر نوع نگاهمون نسبت به اطراف میشه زیباتر زندگی کنیم. احمد رضا عظیمی، خبرگزاری صدا و سیما، خانسار.